از دیشب من مجازی رو که باز میکنم اینجوریه که فوش ناموس مشکی به آشنا، به مادر آشنا خدا بیامرز. و اصلا بچه من واقعا در تعجبم چیکار میکنید با خودتون. یعنی بعضی وقتا مثلا دنی مشکی اومده آهنگو نوشته، بعد اینجوریه که میان یه تحلیلای ازش میذارن، آره با مادر آشنا بود اینجوری گفت این تیکشو ترحم فلان. یعنی من میگم که خود مشکی فکر کنم موقع نوشتن حتی یه لحظه مخش به این داستان نکشیده که همچین حرکتی بزنه و در میارن دیگه. یعنی مخاطب‌های ما پیگیر این داستانا هستن شدید و یعنی مثلا طرف 10 تا آهنگ دپ میده روش مانور نمیدن، ولی به محضی که دیس میده یه جوری روش مانور میدن، اطلاعات شخصیشو پخش میکنن، دیسشو فلان و هزار تا داستان دیگه. خب و خلاصه که آره، یعنی داستان اینه و خوش اومدید به رپ فارسی. و بعد از مدت ها ریاکشن و تأخیر ریاکشن ها، یعنی من همیشه اولین نفر سعی میکردم ریاکشن رو برم، امروز چون یه سری داستان ها بود از صبح، بالا چهارشنبه سوری هم هست و یه ذره سرمرمون کلا همه شلوغه، یه ذره داستان دیر شد و عذرخواهی میکنم اولین نفر نتونستم برم و اینکه حالا بی خیال دیگه نشده. و الان بریم با هم دیگه دیتای کامل ولی بهتون بدم راجع به این داستان دیس و کیو زده فلان زده. من از دیشب حالا نتونستم به تایم ریاکشن برم، ولی دیتای خیلی باحالی واسهتون آوردم. خب بریم سراغ مشکی و رسام سهرابی و آماری. بریم. اسپانسر هم که اون پایین زده شده دیگه. حاجی عاشق این اکتای رسام سهرابی هم. یعنی ببین یه جور اکت نشون میده، اینجوری میکنه اصلا پشمریزون. صد تا بزن میخوری تو واه مشکی آویزون شد. دم 200 همه جور زیرمی حتی بری رو تریک جامپ در و دفاتش تریک جامپ. این چیزا هستن که چجوری بهتون بگم، دیدید مثلا پرش میزنن بعد آخرش میون تو خاک، میگه هر چقدر اونجوری بزنی بازی کنه محبوب دخترایی تو فیلیپ لامپ میزنم پس تو چاقی بزا در تو رو چه به استریت باید بزنی جغ تو. بچه مشکی صبره نیازی نیست به پچه گل دورت پره بچه ولی بهت میگیم کف کس ستارو. بچه مشکی صبره مشکی رو نمیدونم ولی بعید میدونم آجی رسام صبر باشه، قیافه نمیخوره رسام صبر باشه. صدات میزنم آتوسا ارزاد و بیسی کجی هم گلجی هم گاپوزا پرت پرم بگیره که با میشه راگوزه تن تیم تو نوازش میکنه این ساتورا داره اشکال ساتوره آجی، ساتوره معروف رسام سهرابی تو آهنگاشه، تو آهنگاش کلا تو عکساشه انقدی داره. یه خاطره بگم، یه بار من رفتم پیوین، یارو سامانه هست شبیه رونالدو، ویدیو کال میگیره، ویدیو مسیج میگیره، باش رفیق بودم، بهش پیام میدادم، تو بچه قزوین هم هست، بهش پیام میدادم داداش اینو میگیری مثلا من بذارم چنلی که بچه‌ها میخواد. و یه بار واسه رسام پیام دادم، چنلش رو دادم، گفت چنلش رو بده ببینم کی حمایت میکنه، گفتم آره داشاره حمایت نکنه این چنلش. حاجی چنلش رو دادم، گفت حاجی من با این میترسم شوخی کنم، این قمه داره اندازه هیکل. کف تهران بنزام تاک لایف روی چشمات با میشه آبتان که شدم ارزا کمدان ساک مای دک دیگه شده یعنی آل ننه بعد خم خرابه این اومی و خلیفه این کونی ها داشتی حتی بودن تو کف یو اس ای تق همشون رو میزد تو مهمونی دلی پا میزنم کبابا رو بهم میگن سلطانی سوسیسم کلافت و دراز هات داگ و بلغاری حساب روانم شبیه. پس قلم مشکی خیلی قویه، نگید داره هد میزنه، منتظرم جاش برسه توضیح بدم، موزیکو قبلا گوش دادم یه بار. دیگه عروست میکنم داشتی باشی بعد خود سهرابی میدونم که وجدانی. حاجی خیلی حال کردم با رسام سهرابی و مشکی، چون دوتا همکلاسی قدیمی بودن، بعد از مدت ها حالا بعد از داستانهای زیاد با هم دیگه اوکی شدن. دقیقا شبی که مشکی از راسا جدا شد و یکی دو شب بعد حالا رسام رو معرفی کرد که با رسام داریم کار میکنیم، من اینجوری بودم حاجی من موقع با دنی مشکی چه ارتباطی نداشتم، صحبت هم نمیکردم، اینجوری بودم که حاجی راسا چقدر آدم باحالی بود، با من صحبت می‌کرد، الان رسام تو پی وی سین نمی‌کنه. بعد از دیگه رسام زنگ زد، خیلی آدم اشی بود، یعنی تو آهنگا میشه فهمید. یا سولاخیت تهران میخونی جوری پاچیدی بریم عقب‌تر. اجباری بودی. ببین کرجی از تهران میخونی، خب بچه‌ها میگن ببین من اصلا نمیخوام داستانی حاشیه شماره این داستانا رو پخش بکنم، خب و کرجی از تهران میخونیم. خب بچه‌ها میدونید که آشنا بچه فکر کنم گوهردشت اگه اشتباه نکنم، نمیدونم دقیقاً اصلا این چیزا رو من حتی خود قزوینم زیاد بلد نیستم و میگن که گوهردشت کرج اگه درست باشه، آره، و میگه که
کرجی ولی از تهران داری میخونی، اشاره میکنه به موزیک آشنا که داخلش برگشته و گفته بود رپی که از تهران رفته داره به تهران برمیگرده. در مادرتم به نیت به جا برم میخونی جوری پاچیدی انگاری کمپ اجباری بودی. شعر مادرتم به نیت به جا میخونی، میدونم که وجدانی کونی. حاجی واقعا جدی میگم سیسو چرا باید با آشنا باشه؟ مگه مشکی تو لایف برنگشت گفت فوش مادر نده با آشنا؟ مگه مشکی همونی نبود که دقیقاً چند ساعت بعد از فوت مادر آشنا اینجوری بود که اومد استوری گذاشت فالو کرد؟ ببین من بودم به شخص این کارو نمیکردم، جدی دارم میگم. من بودم فوش نمیدادم به مادرش، خب مثلا اینجوری نیستم که بگم آره فلانیم. و مشکی که نه فوش داد نه چیزی، تازه فالو هم کرد، تسلیت هم گفت. مثلا من بودم شو تسلیت هم تو نمیگفتم. من وقتی با یکی دعوا میشه چش ندارم طرفو ببینم، حالا مثلا شاید میگفتم نمیدونم، ولی تسلیت گفت دو سه بار مثلا، اصلا تسلیت رو شاید من میگفتم خب، ولی دیگه تو لایوش اومدن به مادر آشنا فوش دادن. مشکی اومد اونجوری به ضرب گفت به مادر آشنا فوش نده کسکش و من بودم این حرکت رو نمیزدم. خود تو هم بودی تو بیننده این حالا ویدیو، خود تو هم بودی این حرکت رو نمیزدی قطعا، میدونی؟ کرجی و سولاخی از تهران میخونی جوری پاچیدی انگاری کمپ اجباری بودی. شعر مادرتم به نیت به جا میخونی. تهران بدتر از تگزاز چاقی کارتلش ماییم. لایفم فرار از زندان منم مایکل اسکافی. داشتی باید یاسه بزرگ مایه بذاریم چون شدی 100 تومنی پاره چاقی. حاجی اینجا رو نفهمیدم ایاس بزرگ مایه بذاری، خب اصلا اینجا رو نگرفتم، نمیدونم چرا بزرگ مایه بذاری چون شدی 100 تومنی پاره چاقی لایه هزاری. همین مونده اینو برام تست بدن، فقط اینو به ادعای پرانتز بگم زیر سندم. اوه یادم اومد فیراج کنکش قطعش گفتم کار نداشته باشم باهات فنام تو شهرت. سر کلوفتش زیر پتو مرده کونیا. فنام تو شهرت کار نداشته باشن. دو تا منظور میخوره، یه دونه یزد میخوره به بچه فیراج و یه دونه میخوره به آشنای عزیز داخل تهران کرج. گفت گوهردشت کرج خونتونه فلان و میگفت که فنام اومدن اونجا. نمیدونم اصلا این دو سه تا منظور میتونه برسون. لپ مطلب تخممونی داشت تو شاکونی پسرم واسه کل کونیا. گنگ چیه هرومی باید کس بخونی با مثل مشکلاتمی بهت میگم کس خورت. میدونی خوب بلدم و میکنم نقره داغت. گاییدم خاره اونی یا که تاج خارو اسکی زد. بچه‌م خوبتونم توی گاییدم خار اون کسی که تاج و اسکی زد. گرامی بود دیگه، یعنی حالا مشکی فکر کنم هوت صبا و ساخت اگه اشتباه نکنم اسمش. بعد گرامی اومد دقیقاً سیس همون اون چیزا رو شاخه بود، چی بود اسمشون، میدونید دیگه کدوم میگم، نمیتونم بگم یادم نمیاد دقیقاً چه فریمی بود، ولی آره دیگه همون. ببینیم تیکر رو. گاییدم خاره اونی یا که تاج خارو اسکی زد. آره تاج خار رو اسکی زد، همون میدونید دیگه گرامی حرکت. شام خوبتونم توی تهران شورت پامه. میکنید خونریزی میکنم توتون تامپون. فتوا میدم همتونو میکنم تو بایکوت. کف رینگ بوکسم باشی جلوم میشی ناک اوت. کس خار اون که جلوم میاد لفظ هاردکور. مثل چیمایف الله کدمه ولی بد بشی بام بد بیم مادرت. دانیال شروره روانی نادخه. سر این پسر خیلی کله خره، اصلا موزیکش معلومه تو اول تا آخر. بریم عقب‌تر. دانیال شروره روانی نادخه. برو کیرم تو اول تا آخرت. میدونم که وجدانی کونی. بچه کرجی و سولاخیت تهران میخونی جوری پاچیدی انگاری کمپ اجباری بودی. شعر مادرتم به نیت به جا میخونی. میدونم که وجدانی. حاجی توضیح راجب این با مادر آشنا نیست، جدی دارم میگم. مثلا آشنا این منظور رو گرفت و اون فالو کرد. بچه کرجی و سولاخیت تهران میخونی جوری پاچیدی انگاری کمپ اجباری بودی. شعر ننتم تو به نیت به جا میخونی. شاینم بالا سرتونم نجفیدم. دنی ردی بچه مشکی حاجی شناسنامه دنی و دانیال فرجی میگفتن که دانیال فرجیه دیگه. یزید بعضیا خیلی باحالن حاجی، میگن که دانیال فرجی نیست دانیال تضاده. یزیدتون لقبش تضاد بوده دیگه. دانیال تضاد داخل دانیال تضاد فرجی. شراب ما رو بخوری میزنی تگری تو بیتوارتون میکنم بچه عصبیم. سودم بالا میره اینو بیت کوین. کلماتم رگباری رو تو میاد صدی. میگم مشکی بسته حکومت مثل ویلسون ولی بسته یکیم. الله تکبیر. دشمنام تیم شن میزنم بهشون تیری. دشمنام تیم شن میزنن تیریسام. تیترایی که من میدیدم این بود که
حالا بکس راستا، وطن و سیاد. یعنی بچه ها دقیقا خب راستا یه لیبلی داره و 2 تا از آرتیست های دیگه هم داخل لیبلش فعالیت دارن. میگفت که با ایناست منظورش و نه منظورش با آشناست، با پیاداست و فیراز، 3 تاتون با هم دیگه میشه چاقالا تو لیریکم هولی بریم عقب. کنم تیم شن میزنم بشین تیریسم صفتون یک میشه چاقالا تو لیریکم هولی ولکم داشتی انگاری کلیسام قدیمی هم توی رپ اینو تیری پاک دادا تو پیاده بیا بشه سوارش دستخالی میزنم تو تیزی غلافه علی دوستی کنه ولی خوب میسازم ترانه کلافی آلتم هم میشه لای نباته سیخ میزنم کبابا رو بهم میگن سلطانی سوسیسم کلافت دراز آداگ و بلغاری اصاب رمانم شبیه فیستون تخماتیک عروست میکنم داشتی باشی بعد خود سرابی سیخ میزنم کبابا رو بهم میگن سلطانی سوسیسم کلافت دراز آداگ و بلغاری اصاب رمانم شبیه فیستون تخماتیک عروست میکنم داشتی باشی پسر. یعنی واقعا موزیک ویدیوهای مارکت دست 3 نفره، هیپاپولوژیز، پوری مشکی، جدی دارم میگم. یعنی اصلا سرابی کسه خار آج موزیک ویدیوهاش تمام. آجی اکت یه بار دیگه آجی اکت رسام آجی اینجوری میکنه، خیلی باحاله. واو تمام. اشفام 2-3 بار تو دولشو غیر مستقیم نشون داد. تو دول که نیست البته چیز بزرگتر، ولی آجی چی بگم، داستان میدونی چجوری بود؟ واقعا موزیک خوبه، یعنی واقعا یه جوری که حس خیلی خوبی بهت میده. یعنی مثلا بذار تو ماشین صدا رو تا آخر کن، بزن تو دل جاده، حتی اگه بهت گیر ندن حواستون باشه. و اینجوری که دارید هدفون رو گذاشتید تو گوش، یهو تق صدا میاد، او دهنتون رو گاییدم. چی بمب هوا میکنید تو شب، چیکار دارید میکنید؟ بچه‌ها دمتون گرم و اطلاعاتی که نیاز بود بهتون بدم و به صورت کامل دادم، دیتایی که نیاز بود بهتون بدم در مورد این قضیه رو دادم و به حواشی دامن نزنید و در آخر کس خاره ضد ما مواظب خودتون باشید. یا علی.